خوش اومدید به دوره انگلیسی برای صنعت نفت. English for the oil industry. اگر کلمه صنعت یا industry رو تا به حال industry شنیدی یا تلفظ کردی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. مسلم فلکزاده هستم، لیسانس و فوق لیسانس مهندسی نفت، رشته مخازن از دانشگاه صنعت نفت، شاغل در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مدت 12 سال و معلم زبان انگلیسی عمومی، مکالمه، توفل، آیلتس، پیتی و جی به مدت 15 سال. اگر کوچکترین ارتباطی با صنعت نفت داری، قطعاً اهمیت زبان رو تو این صنعت میدونی. به صورت روزمره از کلماتی مثل اپریزال یا همون اپریزال، سرفس، فلور، ریت و خیلی کلمات دیگه استفاده میکنی. چه بسا واسه تقویت زبانت سالها کلاس رفتی ولی یا کاملش نکردی یا زبان رو به شکل درستش یاد نگرفتی، چون منبع تخصصیش رو هنوز پیدا نکرد. دوره انگلیسی برای صنعت نفت با جزوه اختصاصی روی هر 4 مهارت زبانی با تاکید بر مکالمه تمرکز داره و زبان آموز نفتی رو از سطح پری اینترمدییت، یعنی فردی که بیسیک و الیمنتری رو رد کرده، به سطح آپر اینترمدییت یا فوق متوسطه میرسونه. سطحی که در اون زبان آموز توی هر 4 مهارت به بهترین شکل ممکن ارتباطش رو میتونه برقرار کنه و مشکلی نداشته باشه. وقتی صحبت از مکالمه میشه، تلفظ اهمیتش بیشتر مشخص میشه. آقای چارلز هرینگتون الستر در مقدمه کتاب Verbal Advantage میگه میسپرنانسر یا کسی که اشتباه تلفظ میکنه 2 نتیجه منفی رو به همراهش داره. به عنوان مثال، استاد دانشگاه یا یک مهندس ارشد رو در نظر بگیرید که کلمه surface رو تلفظ کنه surface. مورد اول، واسه کسایی که اون شخص رو الگوشون قرار دادن، این اشتباه تلفظی انتقال داده میشه. و مورد دوم، فارغ از اینکه اون شخص چقدر باهوش یا با تجربه باشه، اشخاصی که یک دانش اندکی از لغت یا تلفظ دارن، در نگاه اول اون شخص رو کم سواد میبینن. در این دوره تلفظ و نحوه استفاده کلمات و عبارات صنعت نفت رو یاد میگیرید و از هر منبع دیگه بی‌نیاز میشید. علاوه بر اون با پادکست های دوره بارها این کلمات و عبارات رو تکرار و تثبیت میکنید. اگر کسی رو میشناسی که در صنعت نفت فعالیت میکنه، این ریل رو واسش ارسال کن.